هم گداریا رادیو تزش مسکوی دکن سلاف او دم و بخیر گدارین دلال رادیو تزه اند کارن ببین تور اینترنتی و ناونی شانی مالپرا ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه بیشش گلانیه گداریا دنگو باسین گرینگ ین بیافتهی بکن روز سیشمی شاندکه پای بلند یا پدکه بسروکاتیا سکرتاری پولیتبیرو پارتی فاضل میرانی سردان بغدایی کرد. اندامی پولیتبیرو پارتی دموکرات کردستانی هوشیار زباری داخلی که دارا کیاند شاندا پدکه بارمانجا گوتوبیش و دانستاندن بالین سرکفتی ین تلبجارتن ایراقی دا دچه بغدایی و دلگل چند هزین سرکفتی ین ایراقی هفدتنان پیک بینه. پارتی دموکرات کردستانی تلبجارتن 12 گلانی ین ایراقی دا 25 کرسی الحریم کردستانی و کرسی یک جیل بغدایی دست خستیه و یک جی هزین هری مزند آستا ایراقی دایه. تلبجارتن ایراقی دا لیست هفپیمانیا سایرون و مقدد صدر 54 کرسیان بو لیست یکم و لیستن هفپیمانیا فتح الهادی آمری 47 کرسیان دویم و هفپیمانیا ناصر یا هیدار عبادی 42 کرسیان سیامن. سروکی شاندا پتکل بغدای فاضل میرانی را گیاند جبو پیکانین حکمت نو یا ایراقی که جد آلی دخوازن کردان قبول بکه ابی پشگریا آوان بکن میرانی تکس کرد که کرد پوستا سرکومریا ایراقی دخوازن شانده که پارتی دموکرات کردستانی بسروکت سکرتاری پولیتبیرو فاضل میرانی جبو گوتو بیجان سر پیکانین حکمت نو چو بغدای بریو چونو بغدای فروخانای ناف دولتی یهولیری فاضل میرانی را گیاند بی پدکی پوستین حکمت ایراقی نای پر بکرن فاضل میرانی و بردوام کرد دوی پست سرکومری ایراقش بو کردان به راست پست که پروتکولیه لی سیمبول ایراقی وش بو کردان باشه که اف پست دسته واندا به هر و اشخاص سرکوزیتی نادن ما فراکسیون مزن پشت خوا ناده پست سرکی پارلمنتو ایجی لما یا باش اوه که کردک به سیمبول ایراقی شاندن پارتی دموکرات کردستانی پدکه و یکتیان اجتماعی کردستانی یینکه جبو جوینا چارالی یا نابر پدکه یینکه سروک هفپیمانی دولت قانون نوری مالکی و سروک هفپیمانی فاتل هادی امیری دو ناپیر چود مال هادی امیری چند روزن پدکه و یینکه دو شاندن جدا جبو گوتو بیجن گل پارتین ایراقی چودن بغدای دروج داوین یا جوینا دا جاره کدن سر داخواز هادی امیری چون مال سروک هفپیمانی فتح هادی امیری دا که با مدبون نوری مالکی سرپیکانی حکمت نو یا ایراقی جوینه که چارالی پیک بینن. سروک برزانی را گیان تبیه بونو اریگری و استنگیان جبو لیستا پدکی دنگ دست نخلی پدکی کاری سرکفتن دست بخه و سر آستی کردستان ایراقی و در وی والد پدکی یکم بو افجی ایبت و پدکی خادی دوزه 21 گلونی سروک مسعود برزانی گل توی کاندیدات لیستا 184 یا پارتی دموکراتی کردستانی جویا و گوتاری که دا ارونای خسر رفشا سیاسی قناغ بری رفرندومی و بیارین پشتی رفرندومی و سپاسیا پشمرگین قیرمان و کل کردستانی قناقین دجوار کرد. سرک برزانی دستخوشیش همو کادر و اندام آلیگر گنجن پککل نخوا و در وکر که همو بیک دنگی و بگیانه که هفباش کارش بو سرخستان و لیستا پدکی تلبجارتن پارلمنتوی ایراقی دا کرن. سرک برزانی رخنجیل ریبری کمیسیون بلند یا هلبجارتن ایراقی کرد که بونه سدم و پرزگریکن مزنش دنگ دیران را و تکازیل ورکر نه جمارتنا دنگین خوش کو براین ازیدی انفولکرنا دنگی وان بو و سدمش ابو کو پدکل پارزگه اینی نبه لیستا یکم سروک برزانی آمجه بریجی دا که پیوسته به نماین هفپاری هفکرن و وکاویات نابرا بکاتاین پروسیا سیاسی یا ایراقی دا بر جوان وارگرتن و سروان به نماین جی پیوسته همو آلی کار بکن دا خوشی کرد که آلین کردستانی بغدای بیگریزی و یک گوتارید پروسیا سیاسی یا ایراقی دا بشتار بند شاندا یکتیان اجتماعی کردستانی بسروکتیا ملبختیار روز چهارشنبه گل سروک پیمانیا سایرون مقدد سر تفدیدن پیکانی الگوری میدیایی که تفدیدن دا ملبختیارش صدر را گوتیه دوی پرسکریک اقلانا و الگوری دستور ایراقی وارن چاره سر کرن ام پارتیو سروک مام جلالن کوی بی جداکاری و که هفت دانستاندن گل همو بکاتاین کریه ملبختیار هروا گوتیه گلن ایراقیش بر پرسکریکن دم بوری وستیانه و الهیوی و خدمت کرن و چاره سریا پرسکریک دنجا مال بجواتنا جی اشکره دبکو گلن ایراقی چاره سریه دخوازن نکور کرنا ناکوکی و کشهر هروا مله بختیار دیار کریه گلی ما بی مسوگر کرنا مافی خوا قبول ناکه بجدواری حکمتا نو ببه دوی اف ازمون تال و ایش ین در بازبوی دوباره نبن حکمتن بری ین ایراقی دستور جیب جی نکرن لما و یکی گلی ما بهیوی کر گوری همان و چه مقدد صدر جی گوتیه ام دخوازن گلی کرد آرامی دابه و یگرتی به مافین گلی کرد پاراستینه و کس نکاره دست باوی
ویژه وان مافان صدر هرو اشکره کرده کتوی همو پیکاتش بو برجواندین گلی عراقی دوری اقلی تیفگری بن و ریزیج هورو بگرن سروکی شی مقدار از صدر قتل بجاتنا پارلمانتوی عراقی داب سر کتبو سر حساب خوی توییتر پیام که بول کش بلاف کرد صدر پیام خدا گفت که از کردکی سر کفتیمه دوزده گلانی دل عراقی بجاتن پارلمانتوی هات کردن دنجا من بجاتن دا تبگیرا سایرون یا سروکی شی مقدار صدر بشگریا وید کرد سر کفتی در کت تمن البجارتنی دا پارتی کردانجی توی 58 پارلمانتار درخستن تیزوانین که حکمت نویا عراقی دا و اگرانیا سیاست مقدار از صدر هبه صدر سیشمی سر حساب قوی تویتر پیامی که بشان و پیام خود گوتیه که از مقدار وقلی خوشیمه سونیه که نیاد باشم خریستیانه که بین خوشم صابیه که به پرینسیپم کرده که سرفرازم ترکمنه که هویدارم ازدیه که دلسوزم گلدانیه که فانیمه شبکه که فداکارم تغییر کردن که صادر به پیام خواست نشان بده که وید سرده ما نودا همو کس نتوه او باوریا ناز بکه او تف دریبه بریا عراقی بکه انجمن نونران یا آمریکای روز پیشمی پرانیا دنگان پروژه یاسای بروانیا نشتیمانیش بو سال 2019 پسند کرد که یکش بشتن پروژه یاسای دا بین کردن قاسی 290 میلیون دلار بو پیشمرگیه گور پروژه یاسای که اف خال نجیر بیه سدم و بیه که پره وره دا بین کردن هزین پیشمرگیه حریم کردستان و عراقیش بو تکبرن و تمامیش نابرنا دایش عراقی آلیکاری که گرینگ پیشکشی آمریکای کردن و حتی نهاجی اب آلیکاری بدوامه جبو پشتوانی اپراسیون دایشی و پرواننگی گل حکومت ناوندی یا عراقی پیوست آمریکا 290 میلیون دلار بو هزین پیشمرگه ین حریم کردستان عراقی دابین بکه دکو هزین پیشمرگه هفکاریم باندور ین هزین اولی ین عراق و آمریکای و اندامین دن ین هف پیمانیا ناب دولتی بند مبست پیس کردن دسکفتی و پاراستنا وان دبرنش دایش و هفکارین وی آرمانجی کوی رخستن عراقی جناب بند هر ول گور همان پروژه یاسای انجمن نونرن یا آمریکای قاسی 506 میلیون دلار بو هفکاریا هزین اولی ین عراقی دابین دکه وزیر درویه آمریکای مایک پومپیو نامه کش بو شورمندی انجمن آسایش حریم کردستانی مسرور بارزانی تکزیل سرهفکاریا بردوام بارمانجا دابین کردن آشتی و آرامی نافچه دکه پشتی که بونا دست کاربونا مایک پومپیو وکی وزیر درویه آمریکای شورمندی انجمن آسایش حریم کردستانی مسرور بارزانی نامه که پیروزبایی شیرا شانده بو پومپیو بنامه که برسیوا نامه مسرور بارزانی دا الگوری اوفیس مسرور بارزانی مایک پومپیو دوی نامه خود پاسیا خانیزمان او هیوی کریه که پیوندین دو عالی خود ببن روز 26 سوات 2018 مایک پومپیو فرمی و که وزیر درویه آمریکای دست کار کرد افجی پشتی که سروکی آمریکای دونالد ترامپ وزیر درویه پیشتر ریکس تیلرسون به پست دور خست پشتی کل هفدی تدک نابر برپس دوسیه سوری و رجوای کردستانی یل دیوان سرکاتی کردستانی دکتر حمید دربندی و هفسروکی تبدمی آلدار خلیل داد چه بو مجرا نیزیکرن آلین کرد یل رجوای کردستانی گرم بویه برپس تبدمی داخلی خود آمجب گرنگی یک ریزیت ناف کردان دادکن و درباری به مجاری داد دیار کرد که اف برجیواندین گلی کردخن پیش برجیواندین حزبی و واگود برجیواندین گلی کرد ایرو دخوازه ملهب بکن و بهفرو بخابتن بما برجیواندین گلی مج یا کسیات و پارتیان گرینگ تره همان چرچوبای ده یک کسیش بونی ذکرنا هر دو آلیان آلی کسیام یه خودی باندور نو بکاری بکه خواست اندام دستای سرکاتی انجمن اجتماعی یا کارتل سوری یه کسی فصلا یوسیفشی دازانی که اگر تردم گوه که بربون با هره اب اوبک یه کسی آمده نستی گوان بالی وی با بچه او گود امزیده نب باورن چمکی تشتن سرادی دبن بروجی تشتن تینه گوتن اب هرجی دمکی دانه که حتی ناچند برپرسن یه کسی دگرتیگن برای خاصه دانه و اوفیسیل ماجی برسدم و سبب جور به جور هاتنه گرتن دخواست بردان سرکی بری یه پارتی دموکراتیک یا گلان و بربجیر نهایی به پارتی یه به پوستا سرکامل ترکی صلاحالدین دمیرتاش هات رد کردند. پارێزەرên دمیرتاش روز 15 گلانی سردان 19 دادگاه جزای گران یا انقره کربون و دخواستنامه بردان وی پیشکشی دادگاه کربون. پارێزەران دخواست دادگاه کربون که دبن شرط و مرجین دادی دا دمیرتاش وره آزاد کردند. افسرلیدان پارێزەرên دمیرتاش بو یکی بو که افجی وک بربجیرین دن یش به پوستا سرکامل ترکی بکاره
کمپانی خوی هلبجارتن بازادی و دروی گرتیگی بریوا ببه لی بلی الگوری میدین ترکی دخوز آزاد کردن صلاحالدین دمیرتاش علی دادگاه انقره و هاتی رد کردن دادگاه سدم و بریار خو بگیرن دی بو یکی که شرط و مرجین دادیش بود دمیرتاش نابن لم بریار بده بونو گرتنا ویدایه هر سروکی بریه دبی روزو چاری مرداری سال چوی توی چند پارلمانتارین دندین هدبی هاتو بود گرتن و پشت را بریار گرتناوی هاتو بود دان صلاحالدین دمیرتاش ولی پارتی دموکراتیک یا گلان و هاتی کاندیدا کردن بربجار هدپیش بو سرکاتی ترکیه صلاحالدین دمیرتاش با یکی تایبت برسی و پرسین کردستان بیشتر دا و لسر لفکرنا پارتین کردستانی و هدپی گود جی مخابنیه که هدپی و 5 پارتین کردستانی پاک بسکه بدکه و تبگیر آزادی لف نکرنه خوازی هدپی و پارتین کردستانی هپیمانی کربانا بیویسیو کردان هپیمانی نتوی هیش بو وی هپیمانی جی پدکاری زیدتر سر ملن هدپیه هر وقت دمیرتاش سر هودا پاریجی آخوی و گود به هودا پارجی نوف هفپیمانیا نتوی کردان دا جی بگره جی ناکوکیه که مزنه که کرد بانگ آشیتی دشمنی خواه بکن لید ناو خود آشیتی ناکن دوی کرد سرخالی نتوی هفگتی بن و هفپیمانی بکن بری نا هر 5 پارتین کردستانی باکوری کردستانی کنگری که روزنامانی دا را یاندن که وان هوده بیش بو هفپیمانیا هبجارتن بیشتر حزیرانی هف نکرنه وان پارتی کردستانی دیار کرن پشتی دانستاندن دور و درجل گل هده بی و پشتی که وان هفرا گیشتن خالین رکفتنی و پرینسیپین هفبشت داخلی هلبجارتن یا هفسروکی بریه دبی صلاحالدین دمیرتاش هات بلاف کرن و تشتک جوان خالین رکفتنی و پرینسیپین هفباش ین کت فقط سرواناتو بکرن دوی داخلی دمیرتاش دا نبو سروش برینا لشیس 5 گوند نافچین لچی و هنی ین دیاربکری درکتنا در وهات قدغه کرن درباره مجاری دا پارزگاه دیاربکری داخینیک نویسکی بلاف کرد و دازانین چرچوه اپراسیونال دجی گریلاین پککی دا 5 گوندوارین باجوروکی وکی لچی و هنی درکتنا در وهاتی قدغه کرن پارزگری دیاربکری داوی بونو دما قدغه دیار نکر و هات زانین ارتش ترکی پشتی قدغه دجی پککی اپراسیونک برفره داید دست بکرن پیشمی باجوروک لچی لاین پککی یریش لشکرین ترکیه کربون و انجامی دا لشکرک بریندار ببو اندام دستای سرکاتی انجمن اجتماعی کارتل سوری اینکه سی فصلا یوسف جی دازانی که اگر تفدم گوه که بربان و هر ام اوبک اینکه سی آمدن سی گوان بالیوی و بچه او گود ام زیدن نب باورن چمکی تشتن سرعدی دبن بروجی تشتن تینه گوتن اف هر جی دمکی دانه که حتی ناچند برپرسن اینکه سی دگتیگن ری ببری خاصر دانه و اوفیسیل ماجی برسدم و سبب جور به جور هاتنه گرتن دخواست بردان سرکی بری یه پارتی دموکراتیک یا گلان و بربجیر نهایی و پارتی یه به پوستا سرکوبر ترکی صلاحالدین دمیرتاش هات رد کردن. پارزرین دمیرتاش روز 15 گلانی سردن و 19 دادگاه جزای گران یا انقره کربون و دخواستنامه بردان وی پیشکشی دادگاه کربون. پارزرین دخواست دادگاه کربون که دبن شرط و مرجین دادی دا دمیرتاش وره آزاد کردن. افسرلیدان پارزرین دمیرتاش بو یکی بو که افجی وک بربجیرین دنیش به پوستا سرکوبر ترکی بکاره کمپانی خوی هلبجارتن بازادی و دروی گرتیگی بریوا ببه لی بلی الگوری میدین ترکی دخواست آزاد کردن صلاحالدین دمیرتاش علی دادگاه انقره و هاتی رد کردن دادگاه سدم و بریار خو بگیرن دی بو یکی که شرط و مرجین دادیش بود دمیرتاش نابن لم بریار بده و بونو گرتنا ویدایه هر سروکی بریه دبی روزو چاری مرداری سال چوی توی چند پارلمانتارین دندین هدبی هاتو بو گرتن و پشت را بریار گرتناوی هاتو بو دان صلاحالدین دمیرتاش ولی پارتی دموکراتیک یا گلان و هاتی کاندیدا کردن بربجار هدپیش بو سرکاتی ترکیه صلاحالدین دمیرتاش با یکی تایبت برسی و پرسین کردستان بیشتر دا و لسر لفکرنا پارتین کردستانی و هدپی گود جی مخابنیه که هدپی و 5 پارتین کردستانی پاک بسکه بدکه و تبگیر آزادی لف نکرنه خوازی هدپی و پارتین کردستانی هپیمانی کربانا بیویسیو کردان هپیمانی نتوی هیش بو وی هپیمانی جی پدکاری زیدتر سر ملن هدپیه هر وقت دمیرتاش السر هودا پاریجی آخوی و گود به هودا پارجی نوف هفپیمانیا نتوی کردان دا جی بگره جی ناکوکیه که مزنه که کرد بانگ آشیتی دشمنی خواه بکن لید ناو خود آشیتی ناکن دوی کرد سرخالی نتوی هفگتی بن و هفپیمانی بکن بری نا هر 5 پارتین کردستانی باکوری کردستانی کنگری که روزنامانی دا را یاندن که وان هده بیش بو هفپیمانیا هبجارتن بیشتر حزیرانی هف نکرنه وان پارتی کردستانی دیار کرن پشتی دانستاندن دور و درجل گل هده بی
و پشتی کوان هفرا گیشتن خالین رکفتنی و پرینسیپین هفبش داخلی البجارتن یا هفسروکی بری به صلاح الدین دمیرتاش هات بلاف کرن و تشت تک جوان خالین رکفتنی و پرینسیپین هفباش ین کت فقط سرماناتو بو کرن دوی داخلی دمیرتاش دا نبو. سروش برینا لشیس پنج گند نافچین لچه و هنه ین دیاربکری در کتنا در وهات قدغه کرن. در باری مجاری دا پارزگاه دیاربکری داخینی کنویسکی بلاف کر و دازانین. چرچوه اپراسیونال دجی گریلاین پککی دا شیس پنج گندوارین باجورو که وکی لچه و هنه در کتنا در وهاتی قدغه کرن. پارزگری دیاربکری داوی بونو دما قدغه دیار نکر و هات زانین ارتش ترکی پشتی قدغه دجی پککی اپراسیونک برفره داید دست بکرن. پیشمی باجورو که لچه گریلاین پککی یریش لشکرین ترکیه کربون و انجامی دا لشکرک بریندار ببون. اندامی کمیته پیوندین دیپلماتی تفدیمی سال مسلم بانک کردان کرد که دژی دولت ترکیه و کرن وی دا کیون قادان. مسلم دربری که دولت ترکیه دبستان زمانی کردی توایی قدغه کریه. لگور آگاهیان اندامی کمیته پیوندین دیپلماسی تفدیمی سال مسلم داخلی که چپمنی دا و دوی داخلی خود بانک کردان کرد و گفت بلا همو کردستانیش بو پشگریا افرین بیشترش گلانی دا توایی جیانی دا کیون قادان و دولت ترک شرمزار بکن. سال مسلم دست نشان کل همو جیان الولات وکی ژاپنی کانادا جدی جبو پشگریا افرینی چالاکی وارن درخستن. مسلم آنی زمان که دولت ترکی افرین داگر کریه و دموگرافیا وید گویرینه و جبو یکی دولت ترک شرمزار کر. برپرسی تفدیمی گفت نزدیکی 200 مال بتنش افرین نهال کامپین بنابرن درفشن پر زحمت و دبر خاطکن. جبر که ماسیاتشتن پیویست درمان خوارن و خوارنی گلک نخوشیل کامپی پیدا بونه و اوجی هموش بر بدنگیا جواکا نادولتی پیکتن. سال مثل مروا دا کفشه که دولت ترکی افرینی وکی بشکش آخا حساب دکه او گوت دبستان افرینی بزمانی ترکی دباییون و زمانی کردل افرینی بتوایی قدغه کریه. الگوری میدی اسرائیلی راگیان دی که پارلمانتاری اسرائیلی یوفکیش پروژه یاسایک پیشکشی کنیستی آنگو پارلمانت ولات خاکریه و تیدا دخواست کریه که اسرائیل فرمی پشتوانیان به مزراندن دولت کردستانی بکه اول سرخابون کردستانی مکربی. اف پروژه یاسا که تایبت پشتوانی اسرائیلی جبو کردان رجدات ناوین به ناوی پیوست اسرائیل پشتوانی بزاوین کردان بکه جبو دا مزراندن دولت کردستانی که نها راستی گفین ایران نافچه و سرکاتی ترکیه و تگدان سوریه تی شالی وی پارلمانتاری و هاتیه پیشکش کردن. هر وا اف پارلمانتاری اسرائیلی دبیجه پشتوانی کردانش علی اسرائیلی و برجواندیا اسرائیلی دایه. اف زاوین دیپلماسی اسرائیلی دمکی دانه که پیوندین تل آویو و انقره خرابترین قناق دانه. برین هاجی سرک وزیر اسرائیلی بنیامین نتانیاهو راگیان دبو که پشتوانی سرخابون هریما کردستانی دکه. فرمانداری یپگل کوبانی پولاد جان سرفیتر خوابلاف کریه که برکفتن باشور شامی هبریزی خورد یا دابر روسیا و رخصتن تروریستی دا و بطایبتیب دایشی را اشکره بو. پولاد جان نوی سانده که رکفتن باشور شامی دابر روسیا و دایشی دا یک زنجیرین رکفتن روسیا لگل تروریستانه. بری نهاجی گلک دزگید را گیاندنی و هات اشکره کرن. که ارتش سوریه بسرگاتی روسیا گل چکدارین دایش الکامپا الیرموک و نوچه الهجر الهفست یا باشور شامی گیشتی رکفتنه کهش بو در خستن چکدارین دایشش وی نوچه و پشت رو اف چکدارش بو درزوری و گندوارین همسه بین بگواستن. پشتی اپراسیون ارتش ترکی الافرینی بیوندی نوبر یپگی و روسیه دا گلک آلوز بون. چندن جارانجی برپرس روسی درباره یپگی گوتن که همش بو خدمت برژیواندین آمریکا کار دکن. وزیر دروازه آمریکا مایک پومپیو گفت اف که هیوید کردی تفدیدن لگل وزیر دروازه ترکیه مولود چاوشوغلو دا پسگری که درباره روجاوی کردستانی دا بینه جاره سر کرن. وزیر دروازه آمریکا بهدار جوین کمیسیون پیوندین دروازه سناتو یاشبو بودجه سال 2019 بو اولور برسی و پرسین اندامین کمیسیونی دا. سرپرست سناتو را که مایک پومپیو دازانین که هفدید دمه که نزدیک دا وزیر دروازه ترکیه مولود چاوشوغلو را هفدیدن که بگه. مایک پومپیو دیار کرد که تفدیدن لگل مولود چاوشوغلو یک مجارین سرکه روجاوی کردستانی با الگوری هفدیدن وزیر بری وی یه آمریکا ریکس تیلرسون یه ترکیه را کرنه نقشه‌ای که نو درست کرنه. پومپیو تکس کرد که دخوازه که پرسکری کهش بر روجاوی کردستانی دابر ولاتی و ترکیه دا درکتن بین جاره سر کرن و گفت هیوید کم که داویه دا وقت دو ولاتین اندام ناتوی با وکی پهد رازمان ببینن. دنگ و بحثین جیانی
ریخستن لیبورینا نودولتی آمنیستیش ایرانی خواست که جزای بدربکرن یا که دژی گرتی سیاسی کرد رامین حسین بنایی درخواستیه بتال بکه ریخستن آمنیستی دخینی که دلگرانی خواست سر اگر بجی کردن جزای بدربکرن و وی گرتی کرد داخیا کردن که اگر هی حکومت ایرانی پشتی مها رمضانی و جزای بجی بکه الگوری راپور آمنیستی اوفیسا بجی کاریا جزای گران البجار سنی رجلات کردستانی راگیون دیه که پشتی بدوی بونه مها رمضانی و جزای بدربکرن سروی گرتی سیاسی یک کرد وارب جی کردن رامین حسین پناهی تیرمه سال در بازبوی دا جالین هزین ایرانی و بطومتا اندامتی پارتی که کردی هات گرتن و جزای بدربکرن الوی هات برین پشت دخینین وزیر دروی آمریکای مایک پومپیو که گفت گویتنا رژیم ایرانی خود وزارت بهره‌ای آمریکای پنتاگون جی درباره ایرانی دخیلی دا بدف که پنتاگونی رومانی جوینا هفتانه روزنامه‌ای داد سرپرست روزنامه‌ان گفت افدل دژی چالاکین خرابین ایرانی چه پیوست بکرن بدف که پنتاگون سرمرجن که پومپیوش با ایرانی دانین او گفت گویتنا رژیم خواری دازانین مگود چالاکین بنیت خرابین ایرانی کل حریم پکتی نباشن افیزه که خراب کرد آرامین الهرمه وجبوري گریویجی چه دستی به امی بکن حکومت سوری چهارشنبه بانک آمریکا رد کرد که دخواست وکشین هزین ایرانی و ملیسین حزب الله سوری کربو جگری وزیر دروی سوری فیصل مقدادش آژانس سپوتنیک روسی را گفت که اف مجار نخالا گوتو بیجانه جبر که افکار کی نخواهی یا سوریه ام پشگری لشکری روسی و شورمندنش ایران و حزب الله پر نخداد بینن و رینادن کسی که بجرا وکشین ایرانی بینن روجاوی مقداد گفت وزیر دروی آمریکا مایک پومپیو هجمار که دخواستش ایرانی کربو که کشاندن هزی خوش سوری جی نوانده بود. الگوری آژانس فرمی یانو چین سوریه نونری سروکی روسیش بو کاروبارن سوری الکساندر لاورینتیف هفته بوری سردانشا میکر اولگل سروکی سوری بشار اسد جویا و جوینی دا تکازیل سرگرنگیاب جیکرنا انجامین کنگره سوچی پیشخستنا پروسیس سیاسی الویولاتی و بجداری روسیه دنو واکرنا سوری دا هات کرن هر الگوری همان جدار جبینی دا سروکی سوری بشار اسد راگیان دیه که هنک آلی نودولتی پیشیا پروسیس سیاسی سوری استانگیان چتکن و دخوش وانکر که دفش پشتوانی کردن تروری بردن و دست کاری سیاسی بکن جالی خواه نونری سروکی روسیش بو سوری تکازیل سرپیوندین هر دولتن کر و دخوش آلی نودولتی کر پشتوانی پروسیس سیاسی سوری بکن دکو شهر لوی والاتی به روستاندن حکومت سوری راگیان که پیمانی نادولتی بنگین ارتش سوری دیر زوری بردومان کریه آژانس سانا یا فرمی بلاف کریه که سری سیروش بریوی فروکین پیمانی نادولتی بنگین ارتش سوری البوکمال و گند همیمی بردومان کرن و گلک زیان مادی لوان بنگین خستنه جالی خواب نوند راگیاندن چنگی یا سربازرات بروانی سوری و راگیان که پیمانی نادولتی یریش دو بنگین ارتش الکارکه تد یا انرژی کریه چفدرگاه سوری جبو موفین مروان دیار کرد کل دیرزور شهر و پیفچود نابرا ارتش سوری و هزین سوری دموکراتیک دا چه بونه لیت زانیر دن درباره زیان وی شهری ندا 18 ایلون 2016 دا فروکین چنگیین امریکی نزدیکی باجار دیرزور گیریش هزین رژیم سوری کرد و دنجام دب که مانی 7 سربازن هزین تایبتین روسی هاتن کشتن و بهتری 20 چکدارین میلیتین شی ین سرب ایرانی واجی هاتن کشتن سباتا ایسالشی آژانس رویترز راگیان که فروکین امریکی گیریش کتون دیرزور انجام داد دم که میلیتین آلیگرین رژیم سوری خواستن نزدیکی نوند فرمانداری حسیده ببند که هجمارک شورمندن امریکی جی دوی نونده بون هر وا رویترز دیار کرد که دوی یریش در نزدیکی 300 کسی روسی یان هاتن کشتن یان جی بریندار بود سرکوتی نوندی یا ارتش آمریکا را گیاند که پیمانی نو دولتی بنگین حکومت سوری دیرزوری بردومان نکریه آژانس رویترز سرزبانی پیوداری سرکوتی نوندی یا ارتش آمریکا به گواستی که پیمانی نو دولتی تا اپراسیون دژی بنگین حکومت سوری دیرزوری انجام نداده و تا زانیرین دن درباری مجاری جنبان تنه حکومت سوری را گیاند که پیمانی نو دولتی بنگین ارتش ویل دیرزوری بردومان کریه پارلمانتوی اروپای راگیان دی چافدیران جبول بجارتن بیشتر حسیرانی ین سرکومری و پارلمانتاری ین ترکیه رناکه هف سرکن گروپا پشگریا دموکراسی و کوردیناسیون هل بجارتن یا پارلمانتوی اروپای دیوید مکالیستر و لیندا ماکوان دخینی که هف باشتا دیار کرن که پارلمانتوی اروپا دی چافدیران رناکه هل بجارتن ترکی بیشتر حسیرانی دا هر وا دی نرخاندن جی سروان هل بجارتن نکه اف بریار پارلمانتوی اروپا وکی نشانک پیوندین نبا
باش نابرا انقره و اروپای دا تین خواندن. سروکی آمریکای دونالد ترامپ هفدیدنا به سروکی کره باکور کیم جونگ اون را کش بو روز 12 حزیران سینگاپوری هاتو بو پلان کرن هلوشاند. سروکی آمریکای دونالد ترامپ بو لیدر کره باکور کیم جونگ اون نامه نویساند او را گیاند که برداری هفدیدنال سینگاپوری نابه. ترامپ نامه خوش بو کیم جونگ نویساندیه که از بویه که کل جان بنده هفدیدنال گلته بو جبر دخینیات یا هری داوی یا پرس گیشت و باوری که اف هفدیدنا من پلان کری نپیویسته بینن. ترامپ اویک جی آمریکا که دخواسته درمین پاشتر هفدیدنی بکه. نامه خود ترامپ هروا جبو آزاد کردن هر سه ولایتین آمریکای سپاسیا کیم جونگ اون کرد. ترامپ دازانین که بو هلجوینا دیروکیل دار که به کره باکور هین شرطان بجیبینه. ترامپ دم بسروکی کره باشول قصراس بکوب بو اف گوتن کرن. کره باکور جی سر هلجوینی دازانین که گر آمریکا بو چک بردانا یک ولی پیدا هرد بکو اف هفدیدنی بطال بکن. د بازار میسیساگا کانادای دا رستوران که دا تقینک بکات. گوری آگاین تقینی دا 15 کس بریندار بونه. گوری نو چه آژانس رویترز که دسپیره بردف که پلیس بازار میسیساگای تقین رستوران تا هندی دا هری کم 15 امبالاتی بریندار بونه و رفش چند برینداران گرانه. سدام تقینی نایزانین دی پلیس کانادای دسپیکی دا تقین گمان بناف کرد. دخینی که دن دا جهاد گوتن که دو کسان پاکیت که تقین دانین رستوران دا او رویانه. هر وال کانادای ایدیو که کسین پاکیت بومبی دانین رستوران بینای دو کسان سرمیدیا جواکی هات پر بکرد. گدارین هیچا ابابو و شانا دنگ و بسنکتی که شهر چار پرچین کردستانی و کردن دیاسپورای هروا نوچین نونتوی اجاره کردن هفتیاتی دی سال سروی نوی نشانی امی راستی هف بین آمده کار او ریببرا دنگ و بسنو یا رادیو ریتزه بیلاس ترکیه حتی شمیاتی بمین نوخیر و خوشیه دا.